بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، درختی غم بر جانم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. رفیقان قدر یکدیگر بدانین، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. البته غمی الله سبحانه و تعالی باید که همیشه انشاءالله در دل ما و شما باشد. همیشه انشاءالله به یاد الله حق سبحانه و تعالی زندگی کنیم. برادر سوال دادین، انشاءالله سوال از چنین عبارت است. محترم جماعت، سوال حضرت، بعضی انسان ها آدم ها را از مسجد منع میکنن. آیا طبق نقطه شرعی چی یعنی ثواب چی گناه دارد؟ انشاءالله در این باره البته از آیت های کریمه جواب میدیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم عظیم الشان درباره کسانی که مسجدها را منع میکنند، کسانی که برای خراب کردن مسجد سعی و کوشش میکنن، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره، میتونین سوره گوس آیت 114 انشاءالله مراجعت کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. صدق الله تعالی. الله سبحانه و تعالی در این آیت زیرین بیان میکند و کس میگه ستمتر از آن که باز میدارد مسجدای خدا را. از این گفتن ستمتر، ظالمتر کسی هست که چکار میکند؟ از مسجد خدا مردم را باز میدارد. گفت و یا که در آنجایی که یاد کرده میشود انشاءالله خدا در اینجا و هر جایی که نام خدای تعالی یعنی نگذاشت که در مسجد خدای تعالی یعنی یاد کنن و پرستش خدا کنن. نمون میگد این انسان هایی که درباره خراب کردن انشاءالله خانه خدا سعی میکنن، کوشش میکنن، حرکت میکنن. الله چی میگه؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا الخائفین. یعنی خداوند میگه که یعنی این آدم ها یعنی نمی درایند در به مسجد مگرم یعنی از روی چی؟ از ترس گفتن این مسجد خدا تعالی داخل نمیشن، میترسن. مسجد خدا داخل شدن را میترسن. اینا گفتن لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. این گروه هایی که مردم من میکنن به مسجد داخل شدن، در همین دنیا برای انسان ها خاریه. گفت همین دنیا در الله سبحانه و تعالی کسانی که برای مسجدها را خراب کردن سعی و کوشش میکنن، عذاب خدا خواهد سخت است. همین دنیا در خدا خارج میکنه. الله سبحانه و تعالی یک درد میتید انشاءالله خدا خواهد. این از روی منصب شده، از روی انشاءالله کار شده، از روی پول دارید، از روی مال دارید، سعی کوشش نکنید که خانه خدا را من خراب میکنم. من جوانی را میدونم خدا خواهد وفات کرد، جوان نبود، پنسیا برمد، چندین مراتب سعی کرد برای مسجد را کردن. الله سبحانه و تعالی به سخت‌ترین عذاب گرفتارش کرد که من با چشم گناهگارم دیدمش. با خدا بازی نکن، با جورت بازی کن، با زنت بازی کن، با الله بازی نکن. خیال میکنی که مکر میکنی، خدا مکار شدی. چنان مکرت میکنه که در خدا خود مکری خودت مبتلا میشوی. همین دنیا در الله سبحانه و تعالی عذابی سختری نمیتید.
و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. حالی که خداوند کسانی که برای خراب کردن این مسجد حرکت میکنند و سعی میکنند، این چنین در آخرت هم عذابی سخت‌ترین است. همراه فرعون و قارون و حامان در دوزخ میسوزی. از الله ترس. سابق پرزیدنت اسلام کریم یک سخنی خوب دارن، میدانی؟ پیشتاق مسجد نزدگی است. همین انسان میگفتن دین همین خیر چیز است که در قلب آدم ها جایگیر شدگی است. این یگان قوه، یگان کوچ از قلب مردم ها جداش کردن نمیتوند. حق راست گفتم خدا خود جنابی علی اسلام کریم فقط گپش حق. این دین چنان است که ریشه گرفتگی است. کتابی مثال مختصر کتابی هدایت خونه میگه که این میگه یک مثل درختی است که تمام ریشه‌هاش 7 قبط زمین در دورمدگی ای آیت ای و تمام شاخهاش در آسمون ای. الله میگه در سوره آل عمران این دین عند الله الاسلام، در نزد خدا یگانه قبول شدن دین اسلام ای. نمیتونی اسلامت گم کردتونی، نمیتونی انشاءالله خدا خود اسلام خارزار کنی، خودت خار میشی. ریجه هایی که پلن هایی که میکشی در همون پلنت خدا مبتلات میکنه. این خونه خدا های، این خونه یگان کس نیست. در روی زمین بیت الله این. یک گروه ها یهودا اومدن سوال دادن پیغمبری بزرگوار که ایو بقای الارض خیرون. گفتن ای محمد بهترین گوشه پارچه زمین کجاست؟ انا اسکت تو میگه پیغمبر من سکوت کردم. جبرائیل امین اومد میگه گفتن چی گپ است؟ سوال دادن که بهترین گوشه پارچه زمین کجاست و بدترینش کجاست؟ جبرائیل گفت میگه من نزد الله رفتم. اینی دنوت دنوان ما دنوت قطن. من میگه چنان به خدا نزدیک شدم که هرگز نزدیک نشده بودم. سوال کردم خدا را که کدام زمین گوشه پارچه خوبه؟ المساجد و هم مسجداش گفت. بدترینش کجا گفت؟ بازارها گفت. خدا سبحانه و تعالی بهترین این موضع است. الحمدلله بهترین جای است انشاءالله. این خانه خدا است، بیت الله است، این صاحبش الله است. ایاد نبرم هیچ کس نیست صاحبش، خود چه. برای همین خودت دار، خودت عذاب نگرفتار نکن، خودت جبر نکن. مسلمانی انشاءالله خدا باید هر یک مسلمان در قلبش محبت مسجد باشد، محبت قرآن باشد، محبت اسلام باشد، محبت محمد صلی الله علیه و سلم باشد. این دین هزارها آدم ها حرکت کردن، میلیون آدم ها حرکت کردن که تا این دین گم کنن، این دین خال کنن، نتونستن، نمیتونی. چون که خدا وعده میکنه نعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نزلناه الذکر و انا لحافظون. خدا میگه این قرآن من نازل کردم، این نگهبانش من هستم، این دین حمایتگرش الله های انشاءالله. خدا خواهد هیچ کس نیست. خدا خود چه خدا خواهد. خداوند چنان به عذاب و چنان به خاری ها گرفتار میکنه. گفتی از بهادی نقشبند چوبی خدا صدا ندارد، بعد از زدن دوا ندارد. چوبی خدا نمیزند. به یک روایت میگه که شمشیر خدا صدا ندارد، بعد از زدن دوا ندارد. شمشیر خدا نمیبرد خونت فقط پره کورت میکنه، شمشیر خدا شلت میکنه، شمشیر خدا ولت میچسبونه که این عرض میکنی با دین خدا بازی نکن. گوشه شیخ سعدی مدعی خواست که از بین کند ریشه ما، خاطر از آن که الله هست در اندیشه ما. این مدعی ها، این دشمن ها میخواهند که چیکار کنن؟ این دین از بین ریشهش برنش، لیکن چیه؟ خدا در اندیشه ما هست. خدا انشاءالله خدا خود ما نگه میداره. ما الله داریم، تیر نداریم، توپ نداریم، بوشکه نداریم، ریاکسیونی سمالیات نداریم، الله داریم، دعا داریم انشاءالله خدا خود. رو به خدا بیار. گفتی حضرت نوح بسیار بسیار دعوت کرد، آخر چی شد؟ آخر مانده شد. گفت ربنا انا مغلوبون فانتصر. خدا من مغلوب شدم، هرچند کردم میزننم، هرچند دعوت میکنم آزار میتین، اگه خودت یاردم کن.
تماس کرد، میگه تلفن برداشت، هر آهکشا هست که هر دوستای خداست که در یک آهش دنیا رو میسوزونه. یک آه میزنه الله همان لحظه خدا خود مسئلت اجرا میکنه. از خدا ترس. ما ما انسانی ضعیفیم، ما یک پارچه گوشت هستیم. گفتی حضرت مولوی ای لحمی من ضعیف مایلی نار مشو، کار کنو از سقر گرفتار نشو. در سود و ضرر تو را خبر کرد خدا، کو سود بجان در پی آزار نشو. من خدا در کلام تسته من صافی خرابی، کسی که سعی میکنه برای مسجدها را خار کردن من خارج میکنم. در همین دنیا خارج میکنه، در همین دنیا زارت میکنه. با خدا بازی نکن انشاءالله. خدا خد از الله ترس انشاءالله. نمیتونیم. هزار هاسته که دورهای شوره‌ای بود، دوره شوره 70 سال مبارزه بود. دین افیون گفتن، روزه را اکنامیکا گفتن، مجبوری ما را میزدن، مجبوری ما را روزه هم میخوروندن. الحمدلله با اسلام بیرقش برداشت. این دین حقه، این هیچ کس گم کردن نمیتونه، خودت گم میشه. خدا خواهد فردا شب من قصه خدا خواهد انشاءالله سوره علم تر کیف که ابرهه که برای ویران کردن خانه کعبه آمد، خب گوش دار دیگه موضوع من میبردارم. من سعی کردم چی شد این حادثه، الله سبحانه و تعالی نگه دارد. وقتم شده است عزیزانی من، برای این همه ما نیت ها را خوب کنیم، همه ما حرکت کنیم خانه الله آباد شود. کسی که در این پای باشید توبه کن انشاءالله. امروز وقت است، امروز خدا خواهد پشیمان شو، گو خداوندا من خطا کردم. انشاءالله الله بخشنده است، میبخشنده است. لیکن در این اگر سعی دهی کوششت اگر بردوام باشی عذاب الله هم منتظر شو. الله رحمانه لیکن با قهار صفت دارد، جبار صفت دارد. قهر و غضب شد گیرد نمیپرسد بعد. خدا فقط یک رحمانیش نبردار، قهاریش هم بردار، جباریش هم بردار. الله چنان قدرت دارد. عزیزانی من برای این همه انشاءالله حرکت کنیم، پیوسته انشاءالله مسجدها آباد باشد، پیوسته انشاءالله خدا خواهد این جوانای خدا خواهد کودکا این انشاءالله گل اسلام هستن. الحمدلله یاد نبرد که اسلام در یگان زمان و وی دینی تروریست نیست. او تروریست بدبخت با پاپیراس هم عملش اجرا میکنه. او تروریست بدبخت به تاکی هم کارش اجرا کرده ساده. یگان دیندار حالی الحمدلله کار نکرده. الحمدلله من 23 سال در دومنه 25 سال است در همین راه میگردم. الحمدلله حالی یک کس نکشتم، حالی یک کس غارت نکردم، یک کس انشان ماشه نگرفتم. من از خدا اسلام خدا ترس میشود. اسلام انسان میسازه که هرگیز گفتی شاهی مشرب همین خیال میشه که مرچه را آزار نمیتی. همین خیال مخلوقی که آدم نه، مرچه هایی که در زیر زمین میگردن در چشم نمیشود، هوا دیلت نمیشود که بکشی. که گفت این دین تروریسته، این دین حق انشاءالله خدا خواهد، دین انسان پروره، دین عدالت. الحمدلله برای من نادرست عقیده نبر، نادرست نگو که من به عقیده هم اسلام از ضعیف میکنم. نه نمیکنیش. هزاران کاروان رفته و دو هنوزم این کلبان دارند و هزاران کاروان ها رفتن. چقدر پای کن در دوره های محمد بین انشاءالله، چقدر حرکت کردن، همش خورشید خدا خواهد. من 2 شب سوره مسدم تفسیر تو که میتیم ابولهب برای خرابی دین و محمد چی حرکت کرد، چی عذاب نگرفته شد. سوره فیل خدا خواهد فقط تفسیرش میگم. اصحاب فیل ابرهه خدا با چی بلا مبتلا کرد، برای خراب کردن خانه کعبه اومد. از خدا ترسین انشاءالله خدا خواهد. پیوسته کار نکنید، کاری خطه کن، نماز نخوانیم اسلام در لذت نکی که الله نمیبخشد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.